مفتشان توجیک از طریق اینترنت بازپرسی کردن جبر و شاهدانی رو که بیرون از قلمرو تاجیکستان قرار دارند به دست آوردند. چنین تغییرات به کودکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان در اجلاس 11 مجلس ملی پلات بالای پارلمان این کشور که روز 15 میلیون سال 2022 دایر شد قبول شده است. جریان این اجلاسیه را اخیراً صدای مردم نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان نشر کرد. بنا به این منبع بسته تغییرات به یک سلسله قانون‌ها از جمله به کودکس مرافعه جنایتی را در اجلاسیه رئیس کمیته مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اید به تامین اساسهای کنستیتوسیونی حقوق آزادی‌های انسان شهروند و قانونیت دکان رشته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی دلشاد رحمان معرفی کرده است. دلشاد رحمان در بابت قانونی کردن امکان بازپرسی آنلاین گفته است به ماده 197 قسم 2 اضافه گردیده طبق آن در حالت بیرون از جمهوری بودن شاهد یا جبر دیده پرسش ممکن است به طور فاصله‌ای با استفاده از واسطه‌های تلکومونیکاسیونی و پشت الکترونی برآ مانده شده مفتش میتواند پرسش فاصله‌ای را با اشتراک شخصان خالص گذراند. در این مورد که آیا این تغییرات به مفتشان از طریق اینترنت انجام دادن بازپرسی گمانبر شوندگان را هم اجازت میدهد یا نه دلشاد رحمان چیزی نگفته است. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست خبری اخیراً گفت در حال حاضر بیش از 3000 نفر از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان تحت جستجو قرار داده شدند. یک بخش اعظم این نفران تحت جستجو مخالفان سیاسی حکومت امروزه اند که اکثرا به کشورهای اروپا پناه بردند. شماره از این افراد شکایت دارند که مقامات تاجیکستان توسط فشار به نزدیکانشان و با زنگ‌های مستقیم از آنها طلب دارند که به دوشنبه برگشته به نزد مقامات تفتیشات حاضر شوند، ولی آنهایی که از جانب مقامات تاجیکستان با اتهام غیر سیاسی تحت جستجو قرار میگیرند اساساً به روسیه یا قزاقستان و قسمی به ترکیه و کشورهای خلیج فارس و قسمی به اروپا و امریکا و حتی به آن کشورهای امریکای لاتینی که با تاجیکستان قرارداد استرداد ندارند فرار میکنند.